سرخط خبرهای مهم. مفتی تاجیکستان در برآمدی اینترنتیش چه گفت؟ حمایه پتربورگ از کار مهاجران در نقلیات جمعیتی و قانون حجاب حتمی در ایران را محکوم کردند. سلام بیننده های عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا دارید که استودیوی مرکزی شهر دوشنبه تقدیمتان می‌گردد. امروز چهارشنبه 16 اکتبر. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان با گذشته بیش از یک ماه حمله در یک پخش مستقیم درباره حمله به او شرح نداد، اما گفت خدا را شکرگزار است که باز امکان یافت تا با شنونده ها خصوصا جوانان صحبت داشته باشد. روز 11 سپتامبر یک جوان در مسجد به عبدالقادرزاده حمله کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان حمله به مفتی را اوباشی نامید، اما درباره انگیزه حمله‌ور تفصیلات نداد. مفتی تاجیکستان در پخش مستقیم یوتیوب کانال شورای علما که برای سوالها در مسئله‌های دینی فعال شده است گفت خدا را شکر میگویم که باز مهلت و فرصت داده است که به حد توان به نیتی که من اجر بگیرم و شنونده کامیاب شود، خصوصا جوانان. اما او درباره آنچه به سرش آمد چیزی نگفت و تا امروز معلوم نیست که جوان 21 ساله از شهر نورک با کدام سبب به سید مکرم عبدالقادرزاده حمله کرده است. سید مکرم عبدالقادرزاده در نشر یکم برنامه خود همچنین موضوع معامله زن و شوهر در دین اسلام، کامیاب گشتن والدین در تربیت فرزندان، احترام پدر و مادر، جوانانی که به گروه‌های افراطی داخل می‌شوند و به دیگر سوال‌ها پاسخ داده است. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سال اخیر رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی، یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است. مخالفان وی و نهاد زیر راهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران از جمله تشکیل مسجدها و پوشش مذهبی و گذاشتن ریشو از منبرها دور کردن روحانیان شناخته تنقید کرده، بعضی از گروه‌های افراطگرا با واسطه اینترنت به او تهدید کرده بودند. در سنت پتربورگ روسیه به منع مهاجران از کار در نقلیات جمعیتی ضد برآمدند. کمیسیون پارلمانی اید به رشد نقلیات و زیرساختار نقلیاتی گفته است با خارج کردن مهاجران از بازار این ساحه خراب می شود. یک سبب ضدیت کمیسیون به محدود کردن مسافرکشانی مهاجران در سنت پتربورگ کمبود نیروی کاری بوده است. با معلومات کمیسیون سهم مهاجران در بخش نقلیات حدود 20% است، در حالی که نورسایی رانندگان از 25% زیاد شده است. اعضای کمیسیون پیشنهاد کرده است که برای حل این مشکل مسئله بلند بردن حق کاری مسافرکشها باید بررسی شود. قبلا در کراسنویارسک، ولایت کورسک، نووسیبیرسک و دیگر منطقه‌های روسیه فعالیت مهاجران در بعضی بخش‌ها از جمله مسافرکشانی را منع کردند. مسافرکشانی و خصوصی و جمعیتی در روسیه یکی از منبع‌های درآمد برای مهاجران گفته می شود. تا حال شهروندان قرقیزستان و هم کشورهایی که زبان روسی در آنها مقام دولتی دارد حق داشتند با سند رانندگی کشور خود در روسیه کار کنند. اکنون گروهی از وکیلان حزب لیبرال دموکرات خواستند این بند از قانون خارج کرده شود و همه رانندگان نقلیات جمعیتی تنها در اساس حجت رانندگی روسیه اجازه کار دریافت کنند. بحث باورهای مردمی و خرافات پرستی در جامعه تاجیکستان همیشه یک موضوع داغ است. متخصصان سبب افزایش خرافات در جامعه را نداشتن دانش‌های علمی می‌دانند. برخی دیگر آن را به باورهای دینی ربط می‌دهند. این دفعه ما از ساکنان پرسیدیم که خرافات چیست یا خرافات گفته شما چی را می‌فهمید؟ آیا در بین مردم تاجیکستان خرافات وجود دارد؟ نظر ساکنان را یک جا می‌بینیم. مردم میخوام خیلی چیز خرید یا خرج بگیم سوداک باور میکنند. اگر با فکر می چیز یکم اومدگی نیست، یکم کتاب دا، یکم دین دا اومدگی نیست. بعضی‌ها مثلا در دین میچسبند، ممکن از بی‌سوادی بودگی است، برای که سوادی پرای دینی ندارند، خودشون هم میزنند به این اصل، چون کیم کیوره بعد چی میگن یک آدمای در دین خلاص از دهانی کیم کیو فهمیده خودشون همین سوادنوکی دینی شدن خیلی اگر گیرن خونن بهتر میشود به همین خرافات پرستی چی نمیشود. بسیاری همین جوانای ما از سبب بی‌سوادی دینی برده خودشون من این ایگیل میگن چی میگن دینو زدن، چون شرمنده کردن خلاص شرمنده مردن رفتن همین جنگو با از روی بی‌سوادی.
باید مسلمان از کفر فرقش همینه. جندو ضرر میرسونند تو. روز چهارشنبه روز شنبه خوگمون نمیپرتاد. باید این کار دیگر روزو کنید. من یازو تازگی یعنی کسی نخونه رو وای میکند غضب خدا وای از رحمت خدا وای دوره فهمیدی؟ یعنی وقت چمی گپ اومدگی مردم هم چیزا باور میکنن. اگه خیلی بگیریم یکم کتاب و یکم چیزا نرسوندگی نیست ای چیز. در دین اسلام هم در چی هم درسته میگن که بابوشید اومدگی همین گپ هم میگن ده. اگر که در زیر تاثیر عنعنه‌ها و غایه‌های دینی مانده باشد و دین علم بزرگترین است. لیکن اون چیزی که با این دین وارد میسازند و مردم با وی زهرآلود میکنند این خرافات است که با حیات روزگاری هر یک انسان ضرر وارد میکند. نباشد آخی گرفتن ناخن و گرفتن موی سر و اینها چی وابستگی دارند به روز و به ساعت و به وقت. همه این در حالتی که همین با وجود آمده است و ضرر وارد میکند به زندگی ما و شما و میکروب ها در زیر این ناخن ها جمع میشوند. فرق ندارد کدام ساعت و کدام وقت اینها را تراشیده تازه کرده از جهت گیگینی خود را به زندگی و حیات مطابق کرده. از مردم از زینا مختلف است، هر کس هر فکر و چیز خود داره. اون یک مردم به می تلقین شده میگه که می باید شود این خرافات است در مجموعه دیگه من هستی باید نباشه صحیح نیست از لحاظ شرعی درست نیست. بیننده های عزیز شما هم می توانید نظرهای خود را در این برنامه برایمان نویسید. دیدبانی حقوق بشر یا Human Rights Watch قانونی بحث برانگیز ایران درباره جزای سنگین برای رعایت نکردن حجاب حتمی را محکوم کرد. بر اساس قانونی که ماه سپتامبر سال 2023 قبول شد، مهلت زندان و حجم جریمه برای ویران کردن قاعده پوشیدن حجاب حتمی سنگین تر شد. قانون حجاب برای لباس نامناسب در مکان‌های جمعیتی برای زنان تا 10 سال زندان را پیش بینی می‌کند. در ایران از سال 1981 قانون حجاب حتمی برای دختران از 9 سال بالا عمل می‌کند. برای مردها در ایران همچنین پوشیدن لباس منع است که پایان قفس سینه یا کتف و بجولک پای را عریان می‌کند. سال 2022 مهسا امینی یک دختر جوان در ایران بعد بازداشتش با گمان بدحجابی در اداره پلیس درگذشت. این حادثه باعث اعتراضهای بی‌سابقه سرتاسری در تمام کشور شد. مقامات با سرکوب بی‌رحمانه پاسخ دادند. در دوام چند ماه اعتراضها چند صد نفر کشته و یا مجروح شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 16 اکتبر سال 1898 زادروز چینار ماموف یکی از سیاستمداران نمایان تاجیک اول سالهای شوروی و رهبری نخستین جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان است. در رشد ساحه معارف و تأسیس روزنامه آواز تاجیک نخستین روزنامه تاجیکان در دوران شوروی سهم کلان داشته است. چینار ماموف مثل بسیار دیگر سیاستمداران دور قربانی سرکوب‌های استالینی شده سال 1938 در 40 سالگی به مرگ محکوم شد. 16 اکتبر سال 1929 در انجمن فوق‌العاده شوراهای تاجیکستان اعلامیه تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان قبول و تاجیکستان به حیث یک جمهوری مستقل به هیئت اتحاد جمهوری‌های شوروی سوسیالیستی یا SSSR پذیرفته شد. در آن زمان دوام 5 سال تاجیکستان به حیث جمهوری مختار در هیئت جمهوری ازبکستان قرار داشت. جمهوری شوروی تاجیکستان رسما 62 سال دوام کرد و بعد پاشخوری شوروی و کسب استقلال در 9 سپتامبر سال 1991 به جمهوری مستقل تاجیکستان تبدیل شد. 16 اکتبر هر سال با تشبث سازمان ملل متحد روز جهانی غذا تجلیل می شود. این سنه مخصوص برای بالا بردن آگاهی مردم از اهمیت دسترسی به نظام تامین کننده خوراک و مبارزه با فقر و ناداری تأسیس شده است. امنیت غذا گرو مهمی ثبات اجتماعی و اقتصادی است و همچنین مناسبت با مسئولیتانه اهالی به حفظ منبع‌های غذا مثل آب و زمین از هدف‌های تشبثکاران سنه مخصوص گفته می شود.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. 1000 روبل برابر است به 110 سومانی، 100 یورو به 1162 سومانی و 100 دلار 1065 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. تشکر که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.